دوستان عزیز و گرامی، حالتان چطور است؟ امیدوار هستم که خوب باشین. دوستان عزیز، همونطور که میبینین امروز ما قابلی پلو مزاری یا همون ازبکی را میخوایم با هم دیگه پخته کنیم که البته برنجش ما آبکش میکنیم. دوستان عزیز، اینجا ما مقدار روغن اضافه کردیم. مواد لازم ما در کپشن براتون نوشته میکنم، دوستان از اونجا مطالعه کنین. پیازا را نگینی خرد میکنیم، خیلی زیاد رنده نمیکنیم یا در خرد کن نمیندازیم، امروز دست نگینی خرد میکنیم. میمانیم که مقدار تفت بخوره، خیلی نمیمانیم زرد شوه. یک مقدار که سر روغن پیازا سبکتر شوه، باز ما گوشت اضافه میکنیم با مقدار زردچوبه که گوشت ما خوب تفت بخوره. دوستان عزیز، اگر خواستین که قابلی پلوی که در داخل خود یخنی پخته میشه، یک روز دیگه باز بخیر با هم دیگه او را پخته میکنیم و آموزش میبینیم. دوستان عزیز، گوشت در پیازهای خود اضافه کردیم، مقدار زردچوبه و نمک و ادویه قابلی پلو که خودم در خانه درست میکنم. اگرم دوست داشتین که طرز تهیه ادویه قابلی پلو که بسیار خوش عطر و طعم است یاد بگیرین، کامنت کنین عزیزای دل. ما براتون میگم که چی چیزا را استفاده کنین. اینجا گوشت ما یک مقداری باید سر پیاز و روغن سرخ شوه. خوشحال هستم عزیزایم که در کنارم هستین و ویدیوهایی که ضبط میکنم با هم دیگه استفاده میکنیم. و اینجا هم که مقدار آب گرم اضافه میکنیم. دوستان عزیز، آب گرم به مقدار اضافه کنین که حدود بستگی در دیگ بخار یا همون زودپز داره که به چی مدت نرم میکنه. این دیگ بخار ما حدود 1 ساعت گوشت نرم میکنه. آب اضافه میکنم که حدود 1 ساعت بخار بخوره و آبش نه خیلی زیاد بانه نه خیلی خشک شود، چون میخوایم مقدار آب یخنی را در برنج خود اضافه کنم. اینجا میمانیم که دیگ بخار ما 1 ساعت دیگه گوشتا را نرم کنه و میرم سراغ زردک یا همون هویج که رنده کنیم دوستان عزیز و آماده کنیم برای قابلی پلو خود. دوستان عزیز، اینجا میتونین امرای دست مگه این ماشینکش نداشتین رنده را، میتونین امرای دست خود خلال کنین اگر زیاد نبود. اینجا قابلی پلو ما برای حدود 10 نفر است. ما بازم گفتم تعداد و اندازه مواد در کپشن براتون نوشته میکنم. زردکار سرخ کردیم آماده ماندیم، کشمش هم کمی تفت دادیم آماده است. و اینجا ما برنج همونطور که میبینین عزیزای دلم آبکش کردم. مقداری که آب یخنی مانده بود نمک اضافه کردم. نمک اندازه برنج اندازهش میگم براتون، باز در کپشن اضافه کردم. دوستای عزیز، اینم ادویه قابلی پلو فوق العاده خوش عطر و خوش طعم است. ما از بازاریش استفاده نکردیم دوستا، همیشه خودم در خانه جور میکنم. بازم میگم اگر شما دوست داشتین کامنت کنین، ما براتون میگم که از چی مواد استفاده کنین برای ادویه قابلی پلو. و مقدار هم اگر خواستین برنجتان دورنگ باشه، بوره یا همون شکر از زرد کنین، آب نریزین، همون تو مستقیم روی برنج بندازین. هم مزهش خوب میشه، هم خیلی برنجتان یک دورنگ همیت مقبول میایه. اینجا زردکای سرخ شده را اضافه کردیم. البته دوستان بعضیا زردکا را در قابلی که در یخنی پخته میکنن اصلا در روغن چیپس نمیکنن یا سرخ نمیکنن، زردکا را قسم خام استفاده میکنن که او را باز یک روز با هم دیگه میبینیم دوستان، آموزش میبینیم و یاد میگیریم.
و برنج یک چند تا با تای کفگیر سوراخ میکنیم که هوا کلا در زیر برنج فقط جمع نشود تا برنج ما خوب دم بگیره. اگر دیدین که اوی برنجتان زیاد بود 5 دقیقه اول زیر دیگه خوب زیادتر بانین که او خود بگیره، باز کم کنین که در حدود نیم ساعت بسش است که برنج دم بگیره و آماده خوردن شوه. دوستان اینجا ما گوشتا رو اضافه کردم و حال میمانم که حدود 5 دقیقه شعلهش زیادتر باشه، باز نیم ساعت دیگه به شعله کم دم بگیره. غذای ما آماده است عزیزای دل. گوشتا رو از رویش ما ور میدارم، همراه خود برنج گد نزدم که باز گوشتای ما خیلی نرم میشه. اگر خواستیم دو یخنی پخته کنیم بازور یک دیگه و طریقه پخته کردنش فرق میکنه. البته قابل پلو مزاری یا همون ازبکی، قوم ازبک عزیز ما فرق میکنه. قابل پلو اصیل اونموست که دو خود گوشت برنج باید انداخته شوه. این قسمش هم امتحان کنین دوستای عزیز، خوشمزه میایه. میبینین چقدر خوش رنگ آمده. البته من یک مقدار نور کم دارم. غذای خدا اینجا ما کشمش و زردک و برنج گد کردیم کشیدیم و بفرمایید دوستای عزیز دل نوش جان کنین. خیلی خوشمزه شده، شما امتحان کنین. اگرم نظر داشتین کامنت کنین، خوشحال میشم ببینم. اگر از ویدیو خوشتان آمد عزیزای دل لایک و سابسکرایب یادتان نره. تا دیدار بعد، الله یار و نگهدارتان. خدا حافظ عزیزان.